داخل خیابون نادر یه منبع خیلی بزرگی بود، 4-5 تا شیر هم داشت. دیگه صبح که میرفت نزنا، هر کی ناتر میرفت دلاش دیگه قطار میگه همینجور دو برده سه برده که هر کی سر نوبت خوش اوتوش کنه بیا، کسی بی نوبت هم زرل نمیگه کار خوب چون زودتر رفته دیگه. سر نوبت اونجور دلا میکشیدن میرفتن ها تا نوبتشو بشه پر کنن و بیارن خالی کنن داخل خمراش. بعد روزی مثلا چند بار میرفتن و میومدن؟ هر چی که زور داشتن. همش خانم‌ها بیشتر؟ همش خانم‌ها دیگه. اون نبی مردا بخوام مردا بله مردا مثلا اون رو که کسی تو نمیخواستی بیومدی بده مثلا یه مردی کمتر داشت بودن کمتر چوب کولش بید تا دله سر یه لودش آسیش بودن کمتر ها یه کولش بید تا دله او هم داشت میو خالی میگه مثلا 1 تومن 2 تومن میفروختن. خانمی که مثلا نمیخواستن برفتن بیومدن اون خیلی درست. دیگه اوانبار قوام بود. اوانبار قوام پله میخوردی میرفتی دومن خیلی هم سختی. خودت تجربهش داشتی؟ خب من رفتم از داخل اداره اوانبار قوام رفتم اووردم. البته هنی بچه میدم دله کنم جوری سرم تا کنم میخوایی وقتی هم میخور زمین و نمیتونستم بخورم. همینجور میوردم خودم چرا میوردم پله میخورد ولی خیلی هم پلش وحشتناکه. اگه صبحی رفتی داخلش دعویوش دیگه سخت. یعنی پس قوام قبلا رستوران نبوده؟ نه آبانبار بوده. آبانبار قوام الان اسمش هم خوب. خب بعد ماما آب از کجا میاد توی آب